وارد خیابان می شوند. تایبات و ملکیشو شروع به بحث می کنند. آقا من دیروز پا شدم رفتم انقلاب که یه سری لوازم و وسیله که احتیاج داشتم بگیرم. اصل چیزی هم که احتیاج داشتم یه چیزی به اسم بسکت. احتمالا دیده باشین که روی بوم مثلا میخوان کاری برجسته بکنن، از یه ماده استفاده میکنن که بعد خوش میشه و حالا روش رنگ و اینا میزنن. اون اسمش خمیر تکسچر. فکر کنم انواع مختلف داره که یه نوعش بسکت. من رفته بودم دنبال این و پیداشم کردم، یعنی توی اون فروشگاهی که رفتم بسکت وجود داشت، ولی توی همون قفسه یه چیز دیگه هم بود به اسم میکروسمنت سفید که خب چون 10,000 تومان ارزون‌تر از بسکت بود من تصمیم گرفتم که اونو بگیرم. و دیشب که داشتم راجبش میخوندم فهمیدم که مثل اینکه پایه سیمانی داره. حالا درست نمیدونم چیه، یعنی مثلا بازشم کردم و اینا، خیلی تفاوت رنگ خاصی با بسکت نداره. یه کوچولو احساس می‌کنم تیره تر باشه ولی اونقدر تفاوتی احساس نکنم. حالا نمیدونم این مثلا پایه سیمانی که داره دقیقا داستانش چیه. بسکت هم به خاطر این دنبالش بودم که من این بومه که الان دارم روش کار میکنم قبلش یه نقاشی دیگه روش بود، یعنی مثلا 5-6 ماه پیش یه چیز دیگه روش کشیده بودم. بعد همین مثلا 1-2 ماه پیش که تصمیم گرفتم یه کار دیگه روش انجام بدم، میخواستم اونو بپوشونم. حالا میتونستم با رنگم این کارو بکنم، حالا یا با رنگ سفید یا با رنگ‌های دیگه. یه کوچولو بسکت تو خونه داشتم ولی چون خیلی قدیمی بود یه کوچولو خوش شده بود، واسه همین به کل بومم نرسید. اینم بگم که این نقاشی که الان میکشم احتمالاً بیاد اینجا، میگم توی که کله من هست. البته 100/70 این تابلوهایی که میبینی خیلی کوچولوه، مثلا فکر کنم 15/15 یا 20/20 اینا. احتمالاً بیاد کنار اینا بشینه اینجوری بره بالا. حالا میبینیم دیگه، تمام بشه میذارمش به دیوار. زدم و واقعا پایه سیمانی داشت، یعنی اصلا باورم نمیشه. نمیدونم چرا وقتی خوندم راجبش که پایه سیمانی داره باور نکردم. حالا من الان روی این رنگ روغن بزنم چه اتفاقی براش میفته نمیدونم. حالا بریم ببینیم چجوری میشه. این تیکش هم یه کوچولو کار کردم، همینجوری هم واقعا کار کردم، یعنی یه شروع کردم یه ترکیب مشکی و قرمز آلیزایی، خیلی کم قرمز توش داشت، زدم پس زمینه. بعد تصمیم گرفتم که کلا تابلو یه تعدادی گل خوش شده باشن. نمیدونم چقدر معلومه که این گل خوش شده است، حالا هنوز خیلی کار داره، فقط رنگ زیرشو زدم. اینجاهاش که از همون میکروسمنت زدم یه کوچولو عجیبه دیگه، یعنی مثلا با این برش فرق داره این بافته. حالا نمیدونم توی کل نقاشی چقدر تاثیر میذاره. بعد حالا موندم که میخوام مثلا یه گولی چیز اینجا هم بکشم چقدر تاثیر میذاره، چون که خب این یه ذره سطحش صافتره با اینکه با کاردک یه سری بافتایی توش در آوردم، ولی خب به طور کلی صافه. ولی این خب خیلی زبره، نمیدونم میشه توش گل در آورد نمیشه.
نباید بخند، من خیلی جدی. وای من نمیدونم چی باید بگم. وای خیلی ماشین داره میشه بلش. میتونم این ورتر نه اینکه اینجا خالیه ناراحت کننده نیست.